أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. کسانی را که تصمیم حج داشتند، نخستین کاری رو که انجام میدهند، خصوصا کسانی که حجشان حج تمتع هست، این هست زمانی که میخواند وارد مکه بشوند و نیت عمره را دارند، از میقات باید احرام ببندند و لباس احرام را بپوشند. و عمره معنیش هست یعنی قصد کردن و آهنگ کعبه کردن برای انجام نسک که همون طواف و سعی میان صفا و مروه هست. و عمره هم یکی از عباداتی هست که فضیلت بسیار زیادی رو دارد و به عنوان یکی از کفارات الله متعال اون رو قرار داده. در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که العمره الی العمره کفاره لما بینهما، این عمره تا عمره دیگر موجب کفاره گناهان انسان می شود. عمره 3 رکن دارد: احرام و طواف خانه کعبه و سعی میان صفا و عمره، و 2 واجب دارد که احرام از میقات هست، از سرزمین حل، قبل از این که وارد منطقه میقات بشوند، یا برای کسانی که در مکه هستند باید خارج بشوند از محدوده حرم و در حل احرام بپوشند. این واجب اول. و واجب دیگرش تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر هست. و وقتی که حاجی وارد مکه مکرمه می شود، طواف می کند و سعی را انجام می دهد، و بعد از این وقتی که می خواهد که از احرام خارج بشود، خصوصا کسانی که این حجشون حج تمتع هست، می خواهند که از این احرام خارج بشوند، بار دیگر برای حج دوباره احرام ببندند، بهتر این است که موهایشان را کوتاه بکنند تا اینکه بعد از چند روز که اعمال حج را دوباره انجام می دهند در اونجا بتوانند که سرشان را بتراشند. یک مطلبی که در این زمینه قابل توجه هست این نقطه هست که در یک سفر زمانی که انسان به عمره می رود، تکرار عمره مشروع نیست. از رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوارشان هیچ گونه ترغیب و تشویقی وارد نشده که انسان در یک سفری، یعنی زمانی که به مکه مکرمه رفته، در یک سفر چندین عمره را انجام بدهد، بلکه نماز خواندن در مسجد الحرام هر نمازی 100,000 برابر ثواب دارد. انسان باید سعی بکند که تمام این اوقات را غنیمت بشمارد و به یاد الله باشد و نماز بخواند و طوافی را که برایش میسر هست در مسجد الحرام انجام بدهد. بعد از این که حاجی متمتع اعمال عمره را تمام کرده و چند روزی رو در مکه مکرمه سپری کرده،
و ایام حج فرا میرسند، اولین روز حج یوم الترویه هست، یعنی روز 8 ماه ذوالحجه. آغاز ایام و مناسک حج روز 8 ذوالحجه هست. در این روز کسانی که تصمیم حج را دارند و کسانی که در مکه هستند میخواند که حج را انجام بدهند، باید احرام ببندند و به سرزمین منی بروند. برای بستن احرام لازم نیست که به مسجد الحرام بروند یا این که از سرزمین حرم خارج بشوند، بلکه در هتلشان و در محل سکونتشان باید احرام را از آنجا بپوشند و بعد از این به سرزمین منی بروند. و وقتی که احرام را پوشیدند نیت حج می کنند، لبیک اللهم حجا، و این نیت حج هست که پروردگارا من نیت حج را دارم، این حج را برای من میسر بکن. و یکی از مواردی که در این زمینه بیان اشاره شده این هست که اگر انسانی واقعا مطمئن هست یا این که بیم این را دارد که شاید نتواند اعمال حج را کامل بکند، میتواند که احرام مشروطی ببندد، نیتش نیت مشروطی باشد. به این گونه این جمله را اضافه بکند که و این حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، پروردگارا من نیت حج را دارم، منتها هر وقتی که مانعی برای من پیش آمد و نتوانستم اعمال حج را کامل بکنم، فمحلی حیث حبستنی، همان جایی که من نتوانستم جلوتر ادامه بدهم، من همانجا از احرام بیرون می آیم و خودم را احلال می کنم، یعنی از حالت احرام خارج می شوم. فایده این مشروط کردن احرام این هست که بالفرض اگر کسی بعد از این که حج را شروع کرده بود و بعد از این که لباس احرام را پوشیده بود نتوانست که حج را کامل بکند، بر او دمی لازم نیست. هر جایی که مانعی پیش آمد، مریض شد، بیمار شد یا مانعی دیگر پیش آمد که نتوانست حجش را کامل بکند، در واقع از اونجا به بعد هیچ گونه گناهی بر اون نیست و دمی هم بر اون لازم نمی شود. اما اگر این شرط را نکرده باشد، در صورتی که نتوانست این اعمال حج را انجام بدهد، حتما باید یک دمی بر اون هست و یک گوسفندی را باید ذبح بکند و سال آینده دوباره باید برای حج بیاید. و بعد از این که حاجی لباس احرام را پوشید، لبیک گویان در واقع حرکت می کنند به طرف سرزمین عرفات و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در روز 8 ذوالحجه اینها را باید در عرفات بگذرانند، در اونجا نماز بخوانند. و همچنین فجر روز 9 را، این 5 وقت نماز را، ظهر و عصر و مغرب و عشا را باید بروند در سرزمین منی. و همچنین فجر روز 9 ذوالحجه را، در این روز نمازهای 4 رکعتی رو باید قصر بخونند و جمع کرده نمی شوند. نمازها در این روز فقط قصر هست بدون جمع. و این یک حکم کلی هست، هم برای حجاجی که خارج از مکه اومدند و هم برای کسانی که اهل مکه هستند. این جزء مناسک و جزء آداب حج هست که در این روز حجاجی که در سرزمین منی هستند، اهم از اهل مکه و اهم از مسافران، همه باید این نمازها را قصر بخوانند، نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخوانند بدون از جمع. و در شب 9 باید در سرزمین منی شب بگذرانند، مبیت در منی. و شب گذراندن در شب 9 ذوالحجه و همچنین ماندن روز 8 در منی، اون گونه که قبلا عرض کردم، حرکت کردن از مکه مکرمه یا از هر جایی که دیگری که هستن رفتن در سرزمین منی، ماندن در اونجا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و شب گذراندن تا فردا نماز فجر، این جزء واجبات حج نیست، جزء سنت ها هست.
اگر کسی این مورد را ترک کرد حجش صحیح است و هیچ گونه دمی یا گناهی بر عهده اون لازم نمی شود و این فقط یک نوع سنتی هست. اگر کسی می خواهد که اعمال حجش را کامل انجام داده باشد و حجش یک حج کاملتری باشد، بهتر و اولاتر و مسنون این است که در روز 8 ذوالحجه احرام ببندد و برود در منی و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در آنجا بخواند و شب 9 ذوالحجه هم باید در سرزمین عرفات باشد و همان گونه که عرض کردم این جزء سنت های حج هست، نه واجب هست و نه جزء ارکان حج هست. انشاءالله اعمال دیگری را که در روز عرفات و روز عید انجام میدهند در جلسات آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. تا آن زمان تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا